سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء. بنام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز و مهربان، همه شما را به فرارسی ماه شریف رمضان تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار این ماهی که باشد که در آن عملهای صالح بسیار انجام میدهیم و حدیث این روزه را به شما میخوانم. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزه نگهبان و سپری از آتش دوزخ است. کسی که روزه دارد جماع نکند و مرتکب اعمال اهل جاهلیت نگردد. اگر کسی با او جنگ کرد و یا او را دشنام داد، برایش بگوید: من روزه‌دار هستم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این سخنان را 2 بار تکرار نموده و فرموده: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست، بوی دهان روزه‌دار در نزد خداوند متعال از بوی مشک خوشبویتر است. خداوند میگوید: روزه‌دار آب و طعام و شهوت خود را به سبب رضای من ترک نموده است. روزه خاص برای من است و من مزد او را میدهم و کاری نیک 10 چند ثواب دارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح، سبيل الدموع سبيل